درود. 28 آوریل 2025 اردیبهشت 1404 با تحلیل قیمت دلار در مقابل یورو در خدمتون هستم. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. هفته بسیار جالبی بودش، به خصوص در یورو دلار و سقف‌های جدیدی که به دست اومد. ریزش شدید قیمت دلار رو شاهدش هستیم توی چند هفته گذشته و این رویه به نظر میاد که ادامه دار خواهد بود. در صورتی که نیاز به کمکی دارید، میخواید روش های این تحلیل ها رو یاد بگیرید و معامله کردن رو یاد بگیرید، به من پیام بدید. اگر سوالی دارید، اشکالی میبینید در برنامه ها، تقاضایی برای بهبودش دارید، حتما کامنت بذارید و البته لایک کردن شما به من روحیه میده که این کار رو ادامه بدم. خب در تایم فریم هفتگی همونطور که مشاهده میکنید قیمت دلار به شدت ریزش کرده در مقابل یورو. البته در مقابل اغلب ارزها همینطور بوده. به عنوان مثال در مقابل ین ژاپن هم همونجور که ببینید کاهشی بوده روند، ولی در مقابل یورو شدید بوده این افت ارزش دلار و متاسفانه در ایران این مسئله خیلی نمود پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه کنترل کننده های بازار متفاوت هستند و دستکاری هایی که وجود داره تو بازار متفاوت. در تایم فریم هفتگی یورو یک سقف نجدید اما بسیار دوردستی رو تجربه کردش، جایی که در دوران کرونا اونجا رو تجربه کرده بود. 1.15 رو دید، لمس کرد و بهش واکنش نشون داد و تا حدودی برگشت پایین. اما همونطور که میبینید این کندل های تایم فریم هفتگی داره سطوح پایینی بالاتری رو تشکیل میده، هایر لو داره میزنه و هایر های هم زده. یک مقداری اینجا تردید وجود داره به خاطر اینکه این سه تا کندل با هم دیگه متفاوت هستن و حجم هایی هم که گرفتن متفاوت بوده. باید ببینیم که این هفته سیاست های دولت ترامپ و آمارهای اقتصادی که از اروپا و آمریکا میادش چه اثری روی همدیگه خواهند گذاشت. اما تا به اینجای کار تو تایم فریم هفتگی یورو دلار میتونه اینجا رنج بزنه، برای یه مدتی بمونه، توی یه محدوده‌ای معامله بشه. اون چه که ایندیکیتورها با ما میگن، ببینید مکدی یک کراس به بالا رو نشون میده، یک اتفاق افزایشی بسیار قدرتمندی رو داره نشون میده. اصطلاحا میگیم که یک بولیش بسیار قوی رو ما شاهدش هستیم. اما استاکاستیکمون رسیده به مرحله اشباع خرید و میتونه اینجا بمونه، میتونه برای مدت طولانی اینجا بمونه و قیمت افزایش پیدا بکنه، یا اینکه میتونه با یک اصلاح جزئی این اصلاحش رو انجام بده، برگرده تو رنج و دوباره حرکت کنه به سمت بالا. علل حساب استاکاستیک ما مقاومت و مشکلی نداره با اینکه افزایش قیمت رو شاهدش باشیم و مکدیمون داره میگه به شدت افزایشی خواهد بودش ارزش یورو. تو تایم فریم روزانه نسبتا مشابهه، اما تو تایم فریم روزانه ما اینجا یه فرمیشن خطرناک رو داریم که داره شبیه به یک سر و شانه میشه. اینو باید به شدت بهش دقت کنیم. آرایشی که با باند بولینگر گرفته احتمال افزایش رو داره، نفیش نمیکنه. در این حال میانگین های ما رو ببینید که تا چه اندازه از همدیگه باز شدن و این خودش یک نشونه افزایش طولانی مدت جدی در قیمت خواهد بود. بسیار تایید کننده افزایش قیمت هستش. مکدیمون شبیه به تایم فریم هفتگی، اما میانگین قرمز ما در مکدی عبور کرده و داره به سمت پایین متمایل میشه. اگر موفق نشه که یورو دلار افزایشی امروز یک کندل سبز درست حسابی ببنده، اون وقت مکدی دیگه کاهشی خواهد شدش. در استاکستیکمون هم چیزی که مشاهده میکنیم اینجا، ببینید اومده در مرحله اشباع خرید قرار گرفته، برگشته در محدوده رنج معاملاتی که ثابت بشه، حالا میخواد عبور کنه. این قرمز، این میانگین قرمز اگر عبور کنه به سمت بالا، اون وقت دوباره یورو میره که سقف‌های بهتری رو ببینه، افزایش بیشتری رو داشته باشه. به هر حال تا 1.12 رو از دست نداده
یورو ریزشی نخواهد بود و تا موقعی که 1.145 رو نشکسته دوباره به سمت سقف جدید حرکت نخواهد کرد در هفته جدید. در تایم فریم 4 ساعته میانگین 20 روزه به سمت میانگین 50 روزه اومده، آماده این هستش که ازش عبور کنه به سمت پایین و قیمت رو منفی کنه. در مکدی میبینیم که فاصله گرفتن از همدیگه میانگین ها، شکسته عبور کرده و حتی از خط سیگنال هم پایینتر اومده، اما اینجا فلت شده. اینکه اینجا فلت شده میتونه آمادگی باشه واسه اینکه دوباره حرکت افزایشیش رو شروع بکنه. همونطور که میبینید توی مکدی افزایش اصلاح افزایش اصلاحش رو انجام داده، سطحی که بهش رسیده سطح مناسبیه، حمایت خوبی اینجا ازش میشه و این امکان رو داره که از اینجا برگرده بالا. باید زیر نظر بگیریدش، ببینید که این مکدی این حرکت برگشت رو میزنه از خط سیگنال که عبور کرد، اون وقت با احتیاط میتونید وارد معاملات بای هم بشید. در استاکستیک اون در میانه رنج هستش اما به سمت پایین کراس داده. پس تو تایم فریم های بالا یورو دلار توی این محدوده قیمتی خواهد موند مگر اینکه 1.12 رو از دست بده یا بالاتر از 1.145 تثبیت بشه. به این دوتا عدد دقت کنید، در معاملات این هفتهتون پرسود باشید.